مسابقات در شهر خودمون، در ورزشگاه خودمون سال آینده و در لیگ برتر، و هم انشاءالله تیم فجر شهید سپاسی آماده و مهیا با یه شرایط مطلوب پا به مسابقات لیگ برتر فوتبال کشورمون بگذاره. هنوز منتظر هستیم که بازی آغاز بشه. آقای محمدی اجازه ندادند. دقیقاً ساعت 19 هست. هوادارای شور و حال خاصی رو به ورزشگاه دادن. یک صدا فجر رو تشویق میکنن. چشم‌ها به آقای محمدی دوخته است تا او بازی رو آغاز بکنه. همزمان با مسابقات کم کم به زمان ملکوتی اذان مغرب به افق شیراز هم نزدیک میشیم. سکوت میکنیم به احترام اذان و اقامه نماز. تا ثانیه‌های دیگر در خدمتتون خواهم بود. درون دروازه صاحب توپ هستن. غلامزاده با محمد آژیر. محمد فصل فوق‌العاده رو با فجر پشت سر گذاشت. شهابی توپ رو بچه‌های داماش دور و دورتر میفرستن. امروز آیه پیروز قربانی هم در کنار نیمکت تیم فجر حضور داره. پرتاب رو باید انجام بدن فجری ها. یک بار دیگه آژیر، اون سمت سینا شاه عباسی، دو مدافع خوب این فصل فجر. نخودکار، بازیکنی که کم و بیش در بازی‌های انتهای فصل استفاده شد، امروز فیکس بازی میکنه در غیاب بازیکن نظیر نبیزاده. علی غلامزاده، محمد آژیر، بازیکن فجر بهش نزدیک میشن. نجفی سربالا برای شاه عباسی. شاه عباسی از سمت چپ حرکت برای فجری‌ها رو تدارک میبینه. جایی که حضور داره سجاد جعفری، گلزن‌ترین بازیکن تیم ما، تیم زردپوش فجر شهید سپاسی. حرکت بچه‌ها توسط فرشاد فیروز و باز هم سمت راست جایی که میثم مرادی حضور داره. نجفی، مرادی، شاه عباسی. حلقه محاصره فجری‌ها تنگ و تنگ‌تر میشه. به نظر میسه که فجری‌ها اومدن این مسابقه رو هم از آن خودشون کنن. بازی رفت حتما خاطرتون هست. فجری‌ها در گیلان موفق شدن 1-0 تیم داماش رو شکست بدن. اونجا حسین شهابی دقیقه 95 برای فجری‌ها گلزنی کرد. تو به بیرون رفته. دروازه‌بان تیم داماش باید ضربه رو بزنه. یوسف بهزادی که سابقه بازی در این ورزشگاه و برای تیم ما رو هم داشته. دورخیز بلند او بازیکنای داماش رو به جلوتر فرا میخونه. داماشی 34 امتیازه هستند. شرایطشون در جدول چندان خطرناک نیست، اما اونا هم میخوان دست پر از ورزشگاه حافظی خارج بشند و خیالشون از بازی آخر راحت شده باشه. چند تیم در انتهای جدول مترصد هستن تا شرط خودشون رو بهبود بدن. در رأس اونها تیم های نظیر شهرراز، نفت مسجد سلیمان و مثل سنگون هست. برخورد دروازه‌بان ما با بازیکن داماش و توقف بازی توسط داور مسابقه های احمد محمدی. فجری‌ها 63 امتیازه هستند از 32 بازی که پشت سر گذاشتند، شامل 8 برد، 9 تساوی و 5 شکست و با تفاضل گل مثبت 19 جا خوش کردن در صدر جدول. واقعا صعود امسال فجر صعودی مقتدرانه بود. 2-3 هفته به پایان مسابقات دیگه تقریبا خیال همه راحت بود که فجری‌ها صعود کرده هستند. تیم داماش گیلان هم از 32 بازی خودشون 6 برد، 16 مساوی و 10 شکست رو دارند. دهم جدول در کنار تیم‌های نظیر نیروی زمینی مثل سنگون هم یه قدری پایین‌تر. این آقا پیروز قربانی هست، کاری کرد کارستان امسال با فجر شهید سپاسی و هوادارهایی که قدر تلاش و کادر فنیشون رو
خوب میدونند تو به بیرون رفته. ضربه دروازه رو غلامزاده خواهد زد. یکی از موفق ترین چهره های این فصل تیم فجر شهید سپاسی بوده غلامزاده. ما در بازی هایی که پشت سر گذاشتیم در 32 مسابقه تنها 16 بار دروازمون باز شد. یا دروازه‌بان یه خط دفاعی بسیار هوشیار و البته خط حمله آتشین ما که همه بچه‌ها خوب بودن و کاری کردن. کارستان، سینا شاه عباسی سربالا به دنبال بازیکن هم دسته خودش، ترجیح میده با غلامزاده کار بکنه. محمد میثم مرادی، میثم با پای راست از خط نیمه هم عبور میکنه، بین ارتباط رو قطع میکنن آبی پوشان. حالا بازیکن داماش متوقف میشند و داور مسابقه های محمدی خطای سجاد جعفری رو اعلام میکنه. 5مین دقیقه حساب کار 0-0 مساوی هست. بازی های همزمان رو انشاءالله خدمتتون اعلام خواهم کرد و نتایج همزمان رو هم مرور خواهیم کرد. بازی شهرراز بسیار برای ما حائز اهمیت هست. تقابل این تیم با پالایش نفت بندرعباس و امیدواریم که یاران داوود مهابادی دست پر و با 3 امتیاز از آوردگاه بندرعباس خارج بشند. به روی دروازه محکم و مستقیم ضربه سید محمد میری که از بالای دروازه به بیرون رفت. محمد میری هافبک 35 ساله رشتی که توی هوادار فولاد و هم بازی کرده خودی نشون میده. نخودکار محمد میری موفق تر بازیکنای داماش هستن. از سمت راست ارتباط رو قطع میکنن بچه‌ها. یک بار دیگه در خط دفاعی غلامزاده، موج مکزیکی هم در ورزشگاه حافظیه رخنمایی میکنه. خوشحال هستن هوادارا از اتفاقی که افتاد و زحمات چند ماهه کادر فنی و بازیکن‌ها که به واقع یکی از بهترین نتایج ممکن رو گرفتند و چند هفته به پایان مسابقه تقریبا عرض کردم همه دیگه خیالشون راحت بود. خطا روی میثم مرادی اعلام شد یا خیر؟ خیر. سرمه پوشان حرکت میکنن از سمت چپ. موقعیت برای میاد یزدانی که میاد رو متوقف میکنه آژیر. خطا هم اعلام شده. کادر پزشکی هم به زمین میاد. انشالله که اتفاقی برای ما بتونه بازی رو پیگیری کنه. یک بار دیگه با هم ببینیم. این آژیر هست که با چه غیرت و تعصبی به این شکل اومد تک بزنه، نرسید. واقعا با صورت برخورد کرد به استوک بازیکن حریف و خوشبختانه به زمین مسابقه هم آژیر بر میگرده. این هم هوادار مشتاق و پرشور که منتظر جشن صعود به لیگ برتر تیم فجر هست تا انشالله بعد از مسابقه شاهد برگزاریش باشیم. ضربه ایستگاهی رو خواهند زد. باز هم پشت توپ سید محمد میری سربالا نگاه میکنه. این هم نیمکت ذخیره های فجری ها هست. صحبت میکنن. میری چگونه ارسال میکنه. دیواره دفاعی 2 نفره به روی دروازه. فرصت برای داماش. توپ از بالای دروازه به بیرون میره. چه موقعیت خوبی رو از دست دادن داماشی ها. حسرت میخوره و برمیگرده رامین آقالو دفاع مرکزی تیم داماش گیلان و موقعیتی که به این شکل که یک بار دیگه ملاحظه میفرمایید از دست رفت. خوب بلند شد و ضربهش رو زد. توپ از بالای دروازه خطرناک عبور کرد. سینا شاه عباسی، غلامزاده بازیکن‌های فجر به جلو فرا میخونه. خود غلامزاده با محمد آژیر. محمد سربالا به دنبال بازیکن. میثم مرادی هست. شهابی هم همینطور. توپ بلاکه شد به بیرون رفت. پرتاب انجام داد میثم. محمد آژیر، غلامزاده، سینا آزاد هست. اون سمت میتونه صاحب توپ بکنه همتیمی خودش رو. امیر طاهر که
تو بازی پیشین عرض کردم حرکات امیر طاهر از سمت چپ و میثم مرادی از سمت راست و ارسال‌های بی‌نقص اونها میتونه هر دروازه‌ای رو با خطر روبرو کنه. تو به بیرون رفت، ضربه دروازه رو بعد بهزادی بزنه. بهزادی تو رایانه کرمانشاه و نفت مهدی سلیمان استقلال اهواز و ذوباهن و شهرداری آستارا بازی کرده. 19 بازی هم برای ما انجام داد توی فصل. دروازه‌بان این روزهای داماش به روی دروازه، داماشا به دنبال توپ، بچه‌ها کنترل میکنن، توپ رو دور و دورتر میفرستن. حالا امین آقالو با ضربه سر و باز هم مجددا یوسف بهزادی. این چهره با آقالو در کنارش حضور داره. محمد خردمند ترجیح میده با مدافع کناری خودش محمد رستمی کار بکنه. یک بار دیگه داماشی ها از سمت راست و توپی که به بیرون رفته. پرچم کمک دوم آقای محسن بابایی این امر رو مؤید هست و پرتاب رو باید انجام بده امیر طاهر. اگه امیر حرکت کنه از سمت چپ و پا به توپ بشه، سانت‌های مواجه او دیدنی و کارگشا خواهد بود. آژیر، میثم مرادی، آژیر، غلامزاده. 10 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. فجر نشون دادن که اومدن این بازی رو هم ببرن. آفرین به بچه‌های فجر. درسته که تیم صعود کرده، اما تا آخرین لحظه باید با همون کیفیت بازی‌ها رو پیگیری کرد تا خدایی نکرده حقی از تیمی ضایع نشه. امیر طاهر ضربه سر رو زد. سعید با محمد آژیر. میثم حرکت کرده سمت راست، اگر ببیننش. حسین شهابی هم بود. یک بار دیگه آژیر برای سجاد جعفری و توپی که دور شد. آبی پوشان اشتباه میکنن. توپ به دروازه‌بان فجر میرسه. سینا شعباسی نزدیک هست. سینا با امیر طاهر. یک بار دیگه شعباسی با پای راست بلند فرستاد. هر چقدر فیروز تلاش کرد به توپ نرسید. پرتاب رو باید داماشیا انجام بدن. آرمان لطف خدا، سعید زاره، باز هم آبی پوشان. یکی دو بار توپ رد و بدل شد. باز هم آبی پوشان توپ رو میگیرند. امیر محمد سیمانپور بهترین بازیکن و گلزن‌ترین اونها هست. بچه‌ها باید مراقب او باشند. امیر طاهر، فرشاد فیروز، عقب‌تر محمد آژیر، سمت راست میثم مرادی. میثم به تو حرکت کرده. موقعیت برای فجری ها. اون گوشه شهابی. سعید حرکت کرده. برخورد بازیکن داماش به هم تیمیش خوشبختانه اتفاقی نیفتاد و از زمین برخاست بازیکن آبی پوش. بچه‌ها این سمت کار رو ادامه میدن. نجفی، امیر طاهر، فرشاد کنارش هست، با فرشاد فیروز کار میکنه. امیر خودش توپو داده حرکت کرده، اما اونجا داماشه اجازه نمیدن. یه قدری عقب‌تر نشستند، زوایا و راههای نفوذ رو بستند و فجی ها مالک توپ و زمین هستند در این دقایق. بچه اشتباه کردن، توپ به بیرون رفته. پرتاب رو باید داماشیا انجام بدند. حتما میدونید شرایط جدول رو. پیکان 58 امتیازه هست، صنعت نفت 55، آریو 54 و سایپا هم 54. قوقایی هست برای رسیدن به مسابقات لیگ برتر بین این 4 تا تیم. پیکان، صنعت نفت، آریو و سایپا، یکیشون تو این 4 تیم، یکیشون تو 2 هفته اخیر تکلیفش مشخص خواهد شد برای رسیدن به مسابقات لیگ برتر. پیکان شانس بیشتری داره، اما بقیه تیم ها هم میتونن
فاصله رو جبران کنن. این سم نخودکار عقب‌تر با آژیر و میثم مرادی. سعید با میثم، نجفی، نخودکار، امیر طاهر. حرکت سمت چپ میتونه شک بگیره. امیر خودش به تو میاد، میریزه برای استفاده سجاد جعفری که سجاد به توپ نرسید. امروز از مهمترین بازی هایی که انجام میشه به غیر از بازی پالش نفت بندرعباس و شهر راست که برای ما بسیار اهمیت داره، بازی صنعت نفت آبادان و پیکان هست. صنعت نفت یه گل به پیکان زده، فراز کمالوند با تیمش جبران کرده. گل هم کی زده؟ فرشاد محمدی مهر. پس صنعت تا به اینجای کار با پیکان هم امتیاز هست. بازی ها به حساسترین روزهای خودش رسیده. 32 هفته رو تیم ها پشت سر گذاشتن، تنها 2 هفته باقی مونده. واقعا اینکه ما با خیال راحت داریم مسابقه تماشا میکنیم به لطف همت بچه و رشادت اونها بسیار جای امیدواری داره که در فصل آینده هم در مسابقات لیگ برتر به عنوان یه تیم خوب انشاءالله بازیامون رو انجام بدیم و در واقع کیفیت و مکتب فوتبال شیراز و استان فارس رو به فوتبال کشورمون نشون بدیم. امیر طاهر تکلش کردند، آبی پوشان حرکت میکنند، منتظر هست سیمانپور که توپش برسه. بچه ها متوقف کردند بازیکن داماش رو و سیمانپور که به زمین افتاده. داور اعتراضی به خطا نداره و پیگیری کار. سایپا هم یه گل به مثل کرمان زده، صنعت یه گل به پیکان زده، سایپا هم اونجا یه گل زده. نیروی زمینی هم یه گل به نفت مسجد سلیمان. این گوشه رو ببینیم، موقعیت برای فجیع ها، دروازه باز خواهد شد یا خیر؟ پشت محوطه حال ضربه رو زد که در 2 مرحله توپ دور شد. پشت محوطه 6 قدم بچه‌ها صاحب توپ شده بودن، میتونستن بهتر استفاده کنن. نفت مسجد سلیمان بازی رو تا به اینجا واگذار کرده. نفته که یکی از حریفای مستقیم شهر راز هست. آبیروز قربانی معترض هست، داور چهارم علی کبی آرومش میکنه. بچه اون سمت پیگیر کار هستند. از سمتش هم فرشاد فیروز، توپ رو پای راستش هست، خود فرشاد نگاه میداره برای حرکت امیر طاهر و سایر بازیکن‌ها. یک بار دیگه فیروز از همونجا به روی دروازه، موقعیت برای سعید زاره. کاپیتان سعید زاره توپ رو پاش جفت و جور نشد تا یوسف بهزادی درازکش توپ رو کنترل کنه. همینطور به جمعیت هوادارهای حاضر در ورزشگاه هم افزوده میشه تا امروز ورزشگاه حافظیه رو کامل و پر از تماشاچی ببینیم. یه بازیکن داماش به روی زمین افتاده. خدمتتون عرض بکنم که مثل سنگون با نفت بازی گچساران، مثل کرمان با سایپا، صنعت نفت آبادان با پیکان، شهرداری آستار باری اسلام شهر، شهرداری نوشهر با مثل شهر بابک، نیروی زمینی با نفت مسجد سلیمان و بعثت کرمانشاه با پارس جنوبی جمع به همراه پالایش نفت بندرعباس و شهر راز شیراز بازی‌های هفته 33 مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشورمون رو کامل می‌کنند. نیمکت ذخیره‌های فجر رو دیدیم، آقا پیروز قربانی، کمک‌هاش و دقیقه 19 حساب کار 0-0 مساوی. پرتاب برای داماشی ها هست. امیر طاهر یه اثر کوچیک روی توپ گذاشت، توپ رسید به غلامزاده. غلامزاده برای همتیمیش آژیر با نجفی سر بالا به دنبال بازیکن، میبینه نخودکار رو، نخودکار راه میندازه اون سم بازیکن تیم فجر رو.
هم امیر حرکت کرده هم فیروز که صاحب توپ است، همونجا میتونه بزنه فیروز. فرشاد فیروز توپ فاصله گرفت. یک بار دیگه بچه‌ها از سمت چپ امیر طاهر، خود امیر ارسالاشو کمتر دیدیم تو این 18-19 دقیقه که پشت سر گذاشتیم. سمت راست میثم مرادی با پای راست خطا به روی او و محمد خردمند که مرتکب خطا شد از یه چیزی حدود 30 متری. بچه‌ها باید ضربه ایستگاهی رو بزنند و ببینیم کدام بازیکن. یک بار دیگه با هم ببینیم. این آژیر هست که توپ رو انداخت برای میثم و خطای بازیکن شماره 59 خردمند که متوقف کرد بازیکن فنش. اشاره میکنه با پیروز قربانی که میخوام ارسال کنم. همه منتظر هستیم تا ضربه ایستگاهی رو بزنه. ضربه ایستگاهی رو میزنه. حالا میفرسته امیر طاهر. موقعیت برای فجر درون محوطه جریمه. موقعیت خوبی رو از دست دادن بچه‌ها. سعید اومده اونجا آخرین نقطه خط دفاعی توپو جمع میکنه. نخودکار کاپیتان سعید زاره. نخودکار نجفی. نخودکار حرکت کرده بود فرشاد و اون سمت هم سجاد جعفری که توپ بهش کدام نرسید. محمد آژیر. میثم سمت راست نفوذش رو انجام داده. یک بار دیگه با پشت پا موقعیت برای بچه‌ها. اومد با رشادت توپ رو دور کرد محمد خردمند و از اون سمت توپی که به بیرون رفت. پیروز قربانی شاید یه جورایی به فصل آینده و لیگ برتر داره فکر میکنه. از همین الان در دفع توپ ناموفق هستن. پشت محوطه بچه‌ها میرفتن که صاحب توپ بشن و یه تیکه دور کرد خردمند توپ رو تا این سمت غلامزاده بره تا توپ رو در اختیار بگیره. توپ به بیرون رفت و حالا غلامزاده تو توپ میرسه. آریو اسلام شهر هم 2-0 از شهرداری آستارا پیش هست. قوهایی هست در جدول مسابقات. به سطح کرمانشاه 1-1 پارس جنوبی نتیجه نهایی است. ساعت آفتابدان 1-0 پیکان رو شکست داده. آریو اسلام شهر 2-0 شهرداری آستارا رو برده و نیروی زمینی 1-0 نفت مسجد سلیمان رو شکست داده. سینا توپ سازی میکنه. بچه‌ها از سمت چپ صاحب توپ هستن. نخودکار رو فرشاد فیروز. نخودکار محمد آژیر. سمت راست میثم خالی است. ترجیح میده با شهابی کار کنه. باریکلا به شهابی. توپ که قدری محکم بود اما تونست کنترل کنه با کنترل سینه. خود سعید سمت راست میثم مرادی به تو حرکت میکنه. حالا برای سعید لب خط کاپیتان ما. یک بار دیگه میثم از همونجا جنبازی رو به زیبایی عوض میکنه. جایی که امیر طاهر است. حالا امیر میتونه از اون سانتراش انجام بده با پای چپ به روی دروازه. فرصت برای فجر. دروازه باز میشه یا نه؟ نه. بچه‌ها نتونستن از موقعیت استفاده کنن. حسین شهابی بود. باز هم سمت چپ فرشاد پیروز به روی دروازه. فرصت برای سعید زاره. چه ضربه سری رو زد سعید. برخورد تو با محمد خردمند و کورنری که به دست اومد. سعید اومد شیرجوار ضربش رو نواخت اما هوشیاری بازیکن داماش و صحنه‌ای که یک بار دیگه با هم خواهیم دید. کورنر برای فجری هاست. فرشاد فیروز به روی دروازه خواهد فرستاد. کوتاه امیر طاهر. فرشاد فیروز. نخودکار شوت زن است. نخودکار میزنه و توی دروازه. گفتم شوت زنه. باریکلا به نخودکار. آفرین به نخودکار. شادی رو به ورزشگاه حافظیه میاره حسین نخودکار. ضربه پای راست. خوشحالی بچه ها و 1-0 به نفع فجر شهید سپاسی.
این هم آقا پیروز قربانی که دیگه یه نفس راحت میکشه. خوشحالی هوادارا، خوشحالی زردپوشان، خوشحالی این هوادار مشتاقی که اومده تا تیم خودش رو از نزدیک هم مسابقهش رو ببینه هم تشویق بکنه و حسین به خودکاری که یه گل فوق‌العاده برای ما زد. باریکلا به حسین. گفتم این بازیکن شوت زدن تو بازی‌های پیشین هم نشون داد که زاویه مناسب گیرش بیاد ضربه رو میزنه. 8-1 داماش 0 دقیقه 25. یک بار دیگه با هم ببینیم. فوق‌العاده بود. یه برخوردم به زمین داشت و کار برای بهزادی دروازه‌بان داماش سخت شد. امیدواریم اون سمت هم شهررازی‌ها بتونن پالش نفت بندرعباس رو شکست بدن. با 3 امتیازی که کسب میکنند انشاءالله 32 امتیازه خواهند شد. این هم هوادارا که دیگه اون بالای ورزشگاه هم کیپ تا کیپ نشستند. حالا موقعیت برای سیمانپور یه بازیکن جا گذاشت خودش درون محوطه. ضربه محمد سجاد قلیبیگی که فضای بالای دروازه رو طی کرد و به بیرون رفت. هواداری که روبروی جایگاه هستند دیگه صندلی‌ها پر ایستاده دارن پشت در واقع نرده ها ایستاده بازی رو تماشا میکنند. از همونجا بازی رو بستن داماشی ها. غلامزاده صاحب توپ هست. حالا بازی رو با سینا شعباسی باز خودش و محمد آجیر میتونه نفر بعدی باشه که صاحب توپ بشه. آجیر از همونجا فضا رو بستند، پرس میکنند، بچه نباید معطل کنند، خیلی فرصت بدن و کارشون رو باید ادامه بدن. تو به بیرون رفت، پرتاب برای فجیعا خواهد بود. میسم اشاره که خودم میندازم. پیروز قربانی صحبت میکنه با سعید زاره. آجیر، غلامزاده، سینا شعباسی، امیر طاهر و فرشاد پیروز اون سمت فضای خوبی رو دارند. آجیر، غلامزاده بهش نزدیک میشه، میاد یزدانی، زمانی توپ رسید به امیر طاهر که فاصله داشت و امیر نتونست کنترل کنه. پرتاب برای داماشی ها خواهد بود. یک بار دیگه سید محمد میری عقب‌تر در خط دفاعی. رامین آقالو و رستمی، آرمان لطف خدا و خردمند. تو به بیرون رفته. آقا پیروز صحبت میکنه. پرتاب رو محمد خردمند باید انجام بده. میسم یه لحظه اشتباه کرد، توپو گرفتن، حرکت از بازیکن آبی پوش، گوشه محوطه کورنر. حالا حسین شهابی، آفرین به حسین، خوب دید سجاد رو، اما توپ به سجاد نرسید. داماشی که جلو بیان بچه‌ها میتونن زدنده رو چاشنی کار بکنن. یه بازیکن خیلی زیبا جا گذاشت فرشاد پیروز و خطایی که به روش مرتکب شد اسماعیل فطرتی. این هم جایگاه ویژه ورزشگاه حافظیه. مسئولین که اومدن تا بازی رو از نزدیک تماشا بکنن و تیم فجر نیازمند حمایت هست، حمایت و حمایت بیشتر. عرض کردم انشاءالله تو این فرصت باقی مونده تو لیگ برتر باید زیر ساختار رو آماده بکنیم، ورزشگاهمون رو مهیا بکنیم و البته تیم رو هم ساخته و پرداخته بکنیم برای حضوری مجدانه و تأثیرگذار انشاءالله در مسابقات لیگ برتر فوتبال کشورمون. مطمئناً کار سخت هست، اما با همدلی، با همکاری، با تعامل
میتونیم شرایط رو هر روز ارتقا بدیم و بهتر کنیم. پرتاب برای فرجی‌ها خواهد بود. میثم روی خط عرضی زمین از خط نیمه هم عبور کرده توی زمین داماش. آبیروز رو هم دیدیم. حرکت نجفی، خود نجفی توپ رو داد گرفت، از اون گوشه میتونه عبور کنه یا نه، بهش اجازه نداد محمد خردمند و خطای نجفی اعلام شد. برمیگرده نجفی. هوادارا حالا دارن فریاد قهرمانی سر میدن در ورزشگاه حافظیه. با این نتیجه فرجی‌ها قهرمان لیگ دست اول خواهند شد. تو به بیرون رفته. پرتاب رو داماشیا انجام خواهند داد. محمد سجاد قلی بیگی، چهره آقا محسن بابایی همون گوشه دیدیم، داور کمک دوم مسابقه. پرتاب رو حالا اجازه میده که انجام بدن. علی خدایی، یک بار دیگه خود خدایی و باز هم پرتاب برای داماشیا خواهد بود. بیگی توپ رو دور کرد. آژیر با ضربه سر. این بار نوبت دفاع فرج بود چه توپ رو عقب‌تر بفرسته. هرچی تلاش کرد که کورنر نشه غلامزاده، بالاخره توپ با فاصله به بیرون رفت و کورنر رو باید بزنن. با کلا به غلامزاده. علی این فصل فوق‌العاده بود برای فجر شهید سپاسی. دو بازیکن هم مصدوم به روی زمین افتادن. انشالله که اتفاق خاصی براشون نیفتاده باشه و بتونن به بازی برگردن. یک بار دیگه با هم ببینیم. ضربه سری که زده شد محمد آژیر دور کرد و در ادامه کار برخورد نخودکار با بازیکن حریف و نخودکار به نظر میاد آرنج بازیکن داماش روی صورتش فرود اومد. خوشبختانه حالا برمیخیزه. این هم نمایی از پشت دروازه فجر. نخودکار هم برخواسته. آژیر از اون زاویه مشخص بود داشت با خط دفاعی صحبت میکرد. کورنر رو باید بزنن. شور و اشتیاق هوادارا. کورنر زده میشه کوتاه و زمینی. یک بار دیگه داماشیا گوشه محوطه جریمه توپ رو نگه میداره. خطرناک هست و کورنر دیگر برای آبی پوشان. منتظر هستیم تا کورنر رو بزنن. محمد سجاد قلی بیگی اون گوشه به روی دروازه ارسال خواهند کرد. بلند کشیده. آفرین به میثم که توپ رو دور کرد. میثم مرادی به دنبال توپ. یک لحظه میرفت تا ارتباط رو قطع بکنه. سجاد موفق نبود. داماشی ها اشتباه کردند. حالا سجاد با نخودکار. فیروز خوب دید حسین شهابی رو. حسین اگه بتونه کنترل کنه دستش با سر توپ رو بسازه برای هم دسته ایش که توپ به سجاد نرسید تا بهزادی کنترل کنه کار رو. غلامزاده 34مین دقیقه. فجر 1-0 با گل زیبای حسین نخودکار پیش است. بعد از اینکه فجر گل زدن یک قدری داماشیا پیش اومدند اما جانب احتیاط رو هم رها نکردند تیم جاماش. رستمی و میری اون سمت آقالو. برگشت توپ. بچه‌ها میتونن ضد حمله رو شکل بدن. حسین شهابی به تو میرسه. عباس فیروز یا به قولی فرشاد فیروز از همونجا فرشاد با پای راست خوب زد. تو خیلی روی پای راستش جفت و جور نشد. یک بار دیگه
اگه صحنه رو ببینیم جالب خواهد بود. بله، حضور استاد غلام حسین پیروانی، مرد بزرگ فوتبال کشورمون، در کنار زمین و تماشای دیدار دو تیم فرجه سپاسی و داماش برای جناب پیروانی آرزوی سلامتی روزافزون داریم. از مفاخر فوتبال کشورمون هستن آقای پیروانی، خدا حفظشون کنه انشاءالله. به روی دروازه با پای چپ، موقعیت برای داماشی ها، از همونجا محکم ضربه رو خوب زد بازیکن داماش و آفرین به غلامزاده که کنترل میکنه. دروازه آماده، دروازه‌بان آماده و سرپنجه ما. حالا ورزشگاه غلامزاده رو تشویق میکنه. محمد سجاد قلی بیگی اون ضربه راه دور رو زد. حالا آقا پیروز اشاره میکنه که وقتی تو پرس قرار میگیرید چه کار کنید. داره بچه‌ها رو مهیا میکنه برای این سبک و سیاقی که داماشه دارن اجرا میکنن. تقریبا همه بازیکنان داماش به جز دروازه‌بانش روی خط نیمه هستن. فرارهای امیر طاهر و فرشاد فیروز میتونه کارساز باشه. امیر به توپ نرسید تو این صحنه و توپ به بیرون رفت. یک بار دیگه فرجاد توپ رو خوب گرفتن. حسین نخودکار، میثم حرکت کرده برای میثم، توپ به دستش برخورد کرده اما خب هند نبود و داور هم نگرفت. این سم به چه سرعتی داره میدوه رستمی که رستمی هم به توپ نرسید. البته سیمانپور بود، امیر محمد سیمانپور تا به اینجای کار 4 بار برای داماشا تو این فصل گلزنی کرده. یه جوری بهترین مهاجم اونها است و گلزن‌ترین بازیکن این تیم. آژیر بین ارتباط قطع شد، توپو به بیرون زدن. پرتاب رو فجی‌ها باید انجام بدن. 37مین دقیقه فجر 1-0 پیش هست. آژیر توپش یه قدر اون شدت و عدت لازم رو نداشت. غلامزاده بیرون اومد کمک کرد. نجفی، آژیر و توپی که بچه‌ها به هر شکل دور میکنند. آقا پیروز ترجیح میده فقط نگاه کنه، چیزی نگفت، اما خب همون نگاه کردنه فکر کنم بچه‌ها متوجه شدن که یه قدری باید جدی‌تر کار رو دنبال کنن و مراقب حرکات تیم حریف باشند. داماش تیم بدی نیست. داماش توی 5 بازی آخر خودش 2 برد 2 تساوی 1 شکست رو تنها داشته. حالا حرکت سجاد، داماش هم دست و پا بسته نخواهد بود. اونها مثل سنگون شکست دادن و شهرداری آستارو رو مقابل مثل کرمان و پالایش نفت بندرعباس مساوی کردن و تنها یه باخت به پیکان داشتن در 5 بازی آخرشون. ما هم 2 برد و 2 مساوی یه باخت داشتیم. از سمت راست بازیکن داماش قصدش عبور کنه از مدافع مستقیم خودش، موفق نبود. در خط دفاع محمد رستمی تو به بیرون رفت. پرتاب رو فجی‌ها باید انجام بده. ما شهرداری نوشهر رو به سطح کرمانشاه رو شکست دادیم، با مثل شهر بابک نیروی زمینی مساوی کردیم و هفته پیش در مقابل نفت مسجد سلیمان غافلگیر شدیم و بازی رو واگذار کردیم. امیر توپ ازش فاصله گرفت. داماشیا صاحب توپ هستن. سید محمد میری، حرکت سیمانپور، سینا خوب گرفت توپ رو ازش. امیر طاهر، محمد آژیر اشاره میکنه. نجفی، سعید زاره. یک بار دیگه بچه‌ها توسط میثم مرادی، شهابی و خطا به روی اون مشهود بود، معترض هست رامین آقالو، اما داور مسابقه با کارت زرد جواب اعتراض او رو میده و آقالو باید بره و با آرامش بیشتر کار رو دنبال کنه. جالب اینجاست مربی داماش هم بهش اشاره میکنه که آقا چه جای اعتراضی است و
صحنه خطا رو هم با هم یک بار دیگه مرور کردیم. آژیر پشت توپه. این هم مدافع تیم داماش که برگشته سر جای خودش قرار گرفته. نمای ورزشگاه حافظیه، نمای موافق دروازه داماش. آژیر عقب‌تر با غلامزاده. باز هم آژیر. 40 دقیقه رو به اتمام هست. سعید زاره. آقا پیروز اشاره میکنه که از سمت راست حرکتشون رو انجام بدن. سعید اشتباه کرد. مدافع تیم موفق‌تر هست. رامین آقالو. رامین میرسه برای سیمان پور یه لحظه قصد داشت عبور کنه از شاه عباسی که موفق نبود و شاه عباسی در 2 مرحله توپ رو دور کرد و مورد تشویق هواداران قرار گرفت. نخودکار با سرعت. گل دوم توسط فرشاد فیروز. آفرین به این پسر. فرشاد فیروز شادی رو مجددا به ورزشگاه میاره. فرجشای سپاسی 2 داماش 0. چه خوبه این فرشاد فیروز. عرض کردم سمت چپ حضور فرشاد فیروز، حضور امیر طاهر بسیار کارگشا هست برای فجر و بسیار خطرناک برای تیمای حریف و بهزادی که برای دومین مرتبه دروازش باز شد. فجری ها باز هم به گل میرسن. 2-0. زننده گل فرشاد فیروز. یک بار دیگه با هم ببینیم چه پاسی رو انداختن برای فرشاد. به این شکل در تقابل با بهزادی موفق عمل کرد و بلافاصله اصلا صبر نداد، همونجا با پای چپ کار رو تمام کرد. به این شکل دیگه استوپ و توقف و کنترل اینا نکرد، همونجا با پای چپ یک سره به سمت دروازه ضربهش رو زد و دروازه باز شد. 42مین دقیقه فرشاد ما رو به گل رسوند. بازی این هم متوقف هست. حالا از بندرعباس هم خبر میرسه که پالایش نفت یه گل به شهرراز زده. پس اونجا شهررازی ها 1-0 تا به اینجا کار مغلوب شدن. باز هم یه نیمه پیش رو دارند. باید ببینیم بچه های شهرراز چه خواهند کرد در نیمه دوم. از سمت راست داماشی ها خیلی زیبا عبور کرد از بین 2 مدافع به روی دروازه و غلامزاده که توپو کنترل کرد. حرکت محمد سجاد قولی به درست قشنگ بود. 2 مدافع فجر پشت سر گذاشت، اما به هر شکل غلامزاده صدی محکم و مطمئن برای خط دفاعی و دروازه فجر هست. سینا شاه عباسی 3 دقیقه وقت‌های تلف شده برای نیمه اول اعلام میشه. آیه علی کعبی داور 4م مسابقه این امر رو نشون میده. بلند و کشیده، باز هم فرشاد حرکت او و این بار نتونست کنترل کنه. پرتاب برای آبی پوشان. سیمانپور حرکت داماشی ها میتونن عبور کنن یا خیر ترجیح به سمت چپ کار کنن. جایی که خردمند هست به روی دروازه سیمانپور و میاد یزدانی هیچ کدام به توپ نمیرسن. این سمت زرپوشان شهابی توپ او رو هم میزنند. حالا از سمت راست حرکت خوب محمد سجاد قلی بیگی با سیمانپور به روی دروازه. ارسال بی‌دقت و ناموفق بود و فجر کنترل کردند. حسین نخودکار، نجفی، غلامزاده سربالا به دنبال بازیکن، بلند و کشیده برای حسین شهابی. چه شروعی رو داشت
غلامزاده با کله به او. سعید خوب میبینه اون سم فرشاد فیروز رو، باز هم او و توپی که قدر دور شد نزدیک شد سجاد جعفری. سجاد بیاد رو پاش، میتونه یه دریبل یه پا دو پا و یه ضربه با پای راست. چه کرد سجاد تو اون یه گل جا، اما حیف که ضربه آخرش خیلی محکم نبود. قشنگ حرکت کرد، اگه فرصت شد ببینیمش خالی از لطف نیست. باز هم امیر طاهر، فرشاد فیروز، هر کاری خواستن اونجا انجام دادند. سعید زاره 2 دقیقه رو هم پشت سر گذاشتیم. شهر نوشهر هم یه گل به مثل شهر بابک زده. خطا اینجا اعلام شد. بچه‌ها عقب‌تر میان، ضربه خطا رو باید بزنن. اعتراض سید محمد میری به همدستش. این صحنه است که عرض کردم. سجاد چه خوب حرکت کرد، نگاه کنید چه زیبا از میان 2 مدافع تو همون یه گل جا. ضربهش هم خوب زد با پای راست با بیرون پا و دروازه‌بانی که خوب گرفت بهزادی در این صحنه. باز هم داماشی ها در واپسین ثانیه های وقتهای تلف شده نیمه اول. حسین نخودکار، میثم مرادی عقب‌تر برای غلامزاده و چشم هایی که به آقای محمدی دوخ شده و پایان نیمه اول رو آقای محمدی اعلام میکنه با 2 گلی که بچه‌ها زدن. عباس فیروز یا فرشاد فیروز و حسین نخودکار با حساب 2-0 فرجی‌ها در نیمه اول به پیروزی رسیدن. استراحت کوتاهی رو انجام میدیم انشالله. داماش گیلان هستند. یه تعویض هم داماشی ها انجام دادند. رضا زاهد تبار به ترکیب این تیم اضافه شده. باید ببینیم در نیمه دوم چه نتیجه‌ای رقم خواهد خورد. نتایج سایر بازی هم خدمتتون عرض بکنم که پالش نفت بندرعباس 1-0 از شهر راز شیراز پیش هست. مثل سنگون 1-0 نفت و گاز گچساران رو شکست داده. مثل کرمان 1-0 مغلوب سایپا شده. صنعت افتابادان 1-0 پیکان رو تا به اینجای کار پشت سر گذاشته. آریا 2 گل به شهرداری آستارا زده و شهرداری نوشهر 1 گل به مثل شهر بابک. این بازی هم که 2-0 به نفع تیم فجر شهید سپاسی هست و نیروی زمینی هم 1-0 نفت مسجد سلیمان رو تا به اینجا مغلوب کرده. بازی به سطح کرمانشاه و پارس جنوبی جمع هم 1-1 مساوی به اتمام رسیده. حالا بازی هم آغاز میشه با سوت جناب آقای احمد محمدی داور مسابقه و ببینیم مصاف یاران فجر شهید سپاسی و داماش در نیمه دوم چگونه خواهد بود و چه نتیجه‌ای رو رقم خواهد زد. بچه‌ها بلند و کشیده میفرستن برای فرشاد که بیگمان بهترین بازیکن امروز فجر بوده. خود فرشاد به تو حرکت میکنه پشت محوطه جریمه. نجفی از همونجا یه شوت زیبا رو چاشنی کار کرد که توپ از بالای به بیرون رفت. نجفی برمیگرده. فرشاد فیروز هم همینطور. داماشی از سمت راست از سمت چپ بازی خودش رو آغاز میکنه. از همونجا بسته حسین شهابی و اجازه نمیده که بازیکن داماش بازیسازی خودش رو انجام بده. توپ هم میگیره حسین و نخودکار رو در ادامه کار توپی که به بیرون رفت. جالبه آقا پیروز روی هر کدوم از این توپ‌هایی که فرجی از دست میده عکس العمل نشون میده و بسیار جدی و محکم فرجی‌ها در این مسابقه ظاهر شدن و لحظه به لحظه کار براشون حائز اهمیت هست. آفرین به این شرافت و اینکه تا آخرین مسابقه و تا آخرین دقایق باید مسابقات لیگ رو جدی گرفت و بازی‌ها رو نباید رها کرد. هرچند که فرجی‌ها از هفته‌های پیش هم تقریباً صعودشون معلوم و مشخص بوده. حسین نخودکار میانی زمین از آن اوست برای فرشاد فیروز از سمت چپ. آفساید فرشاد اعلام شد. پرچم کمک دوم آیه محسن بابایی به اهتزاز در اومد و بازی متوقف شد. بازیکن داماش بعد شروع کننده کار باشند و آرمان لطف خدا که بازی رو با رستمی ادامه میده. اون سمت آقالو صاحب توپ هست. از سمت چپ میتونن نفوذی رو انجام بدن. تشویق شد یک لحظه محمد رستمی و حالا بلند کشیده برای یار شماره 17 شون علی خدایی.
بچه‌ها توپ رو میگیرن. حسین نخودکار توپ رو از حسین باد پس گرفتن، یه بازیکن فقط به روی زمین افتاده، حسین باید به بیرون بزنه. حالا بازی رو متوقف میکنه داور مسابقه، توپ هم به بیرون زده شده و باید ببینیم شرایط بازیکن فجر به چه شکلی خواهد بود. انشالله که برای امیر طاهر اتفاق خاصی نیفتاده باشه و بتونه به بازی برگرده. یادی هم کنیم در این روزها که فجر شهید سپاسی و هوادارانش خوشحال از صعود به مسابقات لیگ برتر هستند، از حسین ساکی، از یوسف کیشنس، از رضا میراحمدی بازیکن 19 ساله شیرازی که مصدوم شدن در این فصل و انشاءالله که هرچه زودتر شرایط معصومیت اونها رو به بهبود باشه و باز هم بتونن برگردن به میادین فوتبال و برای تیم خودشون، تیم فجر شهید سپاسی، فوتبال کنند. باز هم بچه‌ها از سمت چپ شاه عباسی بهش نزدیک شد، نجفی، شاه عباسی مثلثی رو درست کردن، اما اونجا یه قدری کار خطرناک است. کیها پرس رو از همونجا دستور کار دارند. حالا سعید زاره توپو برمی‌داره، با سرعت حرکت میکنه. آفرین به سعید، یه بازیکن جا میگذاره، دومی سطح راهش شد با یه تکل دو پا و محکم صد محمد خردمند توپ رو از سعید زاره گرفت. حالا از سمت راست بازیکنی که تازه وارد از زاهد تبار به روی دروازه و بی‌دقت و کم اثر بود صادر این بازیکن و خودش هم میپذیره. یه بازیکن داماش به روی زمین افتاده، غلامزاده بازی رو نگه داشته. این بازیکن شماره 17 علی خدایی هست، هافک سمت چپ تیم داماش که برگشته. داور مسابقه محمدی بالا سر بازیکن مصدوم هست و امیدواریم که آرمان لطف خدا به مسابقه برگرده. یادی هم کنیم از آیه علی اصغر کلانتری که ایشون هم 2 مرتبه با تیم فجر شهید سپاسی موفق شده از لیگ 1 به لیگ برتر صعود کنه. مثل سونگون دومین گل هم به نفت و گاز گشتاران زده. گوشه محوطه جریمه، بچه‌ها صاحب توپ هستن. سجاد جعفری شرخش انجام داده، باید بازیکن‌ها بهش نزدیک بشن. حالا این اتفاق میافته و نجفی ضربه پای راستش از بالای دروازه به بیرون میره. نجفی تو این نیمه و نیمه پیشین چندین بار ضربات راه دور رو مزمزه کرده و در هر چند نوبت هم خطرناک بوده شوتای راه دور او. به این شکل این بار با پای راست از محوطه جریمه و توپی که فضای بالای دروازه رو شکافت و به بیرون رفت. امیر طاهر به بازی برگشته. شاه عباسی، غلامزاده اون سمت آژیر رو داره. آژیر حال صاحب توپ میشه. محمد برای میثم مرادی. میثم نجفی رو خوب میبینه. یک بار دیگه خود میثم. شاه عباسی، امیر طاهر و حسین نخودکار و باز هم عقب‌تر. بچه‌ها باید مراقب باشن. نزدیک نجفی هیچ بازیکن آبی پوشی نیست. توپ رو گرفت، نگاه کرد و بازیکن هم دستش رو پیدا کرد. امیر طاهر برای سعید زاره و سجاد جعفری که باز هم امیر روش خطا میکنن و به روی زمین میفته. داماش 34 امتیاز در رتبه 14ام، مثل سونگون 33 امتیاز در رتبه 15ام، نفت مسجد سلیمان 30 امتیاز در رتبه 16ام، شهرراز 29 امتیاز 17ام و شهرداری آستارا 8 امتیاز در رتبه 18ام مسابقات فوتبال لیگ دست اول فوتبال کشورمون هستند. از سمت چپ حرکت داماشی ها، موقعیت برای بازیکن شماره 55شون آرمان لطف خدا که پاس او نرسید به این چهره. برمیگرده محمد خردمند. این هم آقا پیروز قربانی و تذکرات بجا و نکته به نکته او در تمام صحنه ها. حالا داماشی ها
به روی دروازه با پای چپ، موقعیت برای داماش، ضربه سر ساییده شد از روی سر بازیکن آبی پوش و اون سمت به بیرون رفت. امیر طاهر هم بر میگرده. پرتاب با آبی پوشان خواهد بود. داور مسابقه محل پرتاب رو مشخص کرد. محمد ساجر قلیبیگی که یکی دو تا نفوذ خوب رو هم نیمه اول داشت، باید توپ رو پرتاب کنه. بلند و کشیده درون محوطه و ضربه سری که دور کرد توپ رو. باز هم پرتاب برای داماشی ها خواهد بود. این بار علی خدایی برای سجاد قلیبیگی. اشتباه اونها، حرکت سجاد جعفری ما، خود سجاد، گام های بلند در گوشه محوطه جریمه عبور میکنه سجاد و پنالتی که مشهود و مشخص بود. پنالتی مشهود و مشخص بود. چه خوشحالی میکنه پیروز قربانی. چقدر برای آقا پیروز این مسابقه مهم هست. پیروز قربانی تیم فجر بازی ها رو رها نکردن. نشون میده که با اینکه تیم صعود کرده، با اینکه تیم به عنوان قهرمانی هم دست پیدا کرده، با این نتیجه باز هم پیروز قربانی بچه‌هاش به این شکل بهترین عملکرد و انتظار داره. ببینید سجاد رو، بهترین گلزن ما هست. به چه شکلی عبور کرد از مدافع مقابل خودش و محمد خردمند که کاری از دستش بر نمی اومد. هر چقدر تلاش کرد نتونه صد راه سجاد بشه. ببینیم پنالتی رو کی خواهد زد. خود سجاد بزنه باز هم به اندوخته گل‌های خودش اضافه خواهد کرد. آیا محمدی محل قرار گرفتن توپ رو دقیقاً مشخص میکنه. سجاد هست، مدافع تیم داماش هم همینطور، بهزادی هم درون دروازه. ببینیم بهزادی موفق‌تر خواهد بود این چهره یا سجاد جعفری این بازیکن. سعید زار هم دورتر، کاپیتان ما نظاره‌گر مسابقه هست. همه منتظر هستیم تا ضربه پنالتی رو بزنند که آقای محمدی اجازه خواهد داد. دورخیز خودش رو انجام میده. هم اون گوشه راز و نیازی میکنه و تمرکز خودش رو. سجاد، بهزادی با پای راست سجاد خواهد زد. آقای محمدی اجازه میده. سجاد ببینیم چگونه میزنه و توی دروازه گل برای فجر شهید سپاسی. فجر شهید سپاسی 3، داماشگیران 0. زننده گل سجاد جعفری. این چهره دقیقه 55 مسابقه. چه بازی عذاب در اومده بازی فجر و داماش. پرگل، زیبا. یه گل از سجاد، یه گل از عباس پیروز، یه گل از حسین نخودکار. یک از یک زیباتر. حالا خبر میرسه از بندر عباس که شهرراز گل دوم هم متاسفانه دریافت کرده. هر دو گل رو هم امید فهمی برای پالایش نفت بندر عباس زده. یک بار دیگه با هم ببینیم. با پای راست سجاد خوب زد. بهزادی هم هر چقدر تلاش کرد به توپ نرسید تا گل سوم فجر به ثمر برسه. پرتاب برای فجرها خواهد بود. 56 دقیقه. جشن صعود تیم فجر شهید سپاسی با جشن قهرمانی این تیم داره همراه میشه و نتیجه‌ای که کام هوادارا رو شیرین بوده شیرین تر کرده. پرتاب با امیر طاهر، کنترل سینه سجاد. امیر، اشتباه بچه‌ها درون محوطه جریمه و به این شکل محمد آژیر. فوق‌العاده هست محمد آژیر. چه رشادتی از خودش نشون داد در مقابل بازیکن تازه وارد رضا زاهد تبار و چه توپی رو به بیرون زد. کورنر برای داماشیا خواهد بود. به روی دروازه خواهند کرد. سید محمد میری. قوقایی هست در محوطه جریمه. میری با پای راست به این شکل به روی دروازه، پشت محوطه جریمه، ضربه محکم. داماشی ها ضد حمله میتونه شکل بگیره. نخودکار
حرکت بچه ها 3 در مقابل 3. یه بازیکن اضافه شد، 4 به 3 هستن. به تو میفرسته سمت چپ ببینه سعید رو. سعید میتونه ضربش رو بزنه و توپی که به این شکل دور شد. محمد سجاد قلیبیگی و خطا به روی او توسط داور مسابقه سوتش زده میشه و اعلام شد. تو تیم داماش هم این بازیکن محمد سجاد قلیبیگی به همراه سیمانپور از بازیکنهای خوب میدان بودند. داماش عرض کردم تیم دست و پا بسته نیست. داماش 5 بازی اخیر 2 برد 2 مساوی و تنها 1 شکست داشته، اما فجی‌ها فوق‌العاده هستند. فارغ از استرس ها و نگرانی های صعود به لیگ برتر، بازی زیبایی رو از خودشون به نمایش گذاشتن و این هواداری که اومده به ورزشگاه و ورزشگاه رو پر کرده رو از گل سیراب کردند. در محوطه جریمه اعتقادی به خطا نداره آیه محمدی. فرشاد فیروز، میثم مرادی خوب میبینه سجاد جعفری رو، بلند و کشیده برای سجاد. سجاد به دنبال توپ، بهزادی کنترل کرد. سجاد رها نمیکنه. محمد رستمی با بهزادی و آرمان لطف خدا و در نهایت سید محمد میری که به این شکل جناب بازی رو عوض کرد. اشتباه بچهای ما و پوششی که آژیر داد تا توپ به غلامزاده برسه. شهابی، سعید زاره، میثم توپش بلوکه شد، به بیرون رفت. پرتو باید انجام بده. آقا پیروز داره نکات رو با نیمکت در میون میگذاره و تذکراتی رو میده. یک لحظه آرام و قرار نداشت قربانی، هم رو نیمکت صحبت، هم روی بازی بچه ها تو زمین و برای تک تک دقایق مسابقه طرح و برنامه داشته این مربی. موقعیت برای داماشی ها میرفت که تک به تک بشه سیمانپور که ارتباط رو بچه ها قطع کردند. فرشاد فیروز که روی زمین مصدوم افتاده بود برخاست. اون سمت بچه ها منتظر بودن تا تکلیف فرشاد مشخص بشه. فرشاد و امیر طاهر سمت چپ فضای خوبی رو دارند. یه بازیکن داماش هم مصدوم شد، خطای بازیکن ما اعلام شد. سجاد جعفری هم میپذیره، کارت زرد رو هم داور نشون میده و سجاد رو جریمه کرد روی خطایی که روی محمد خردمند مرتکب شد. سجاد جعفری زننده گل سوم ما و بازی باید برای داماشی ها پیگیری بشه. آقا پیروز قربانی این سمت، حرکت بچه های داماش در خط دفاعی، آرمان لطف خدا، زاهد تبار، توپ علی خدایی رو فجری ها بیرون زدن. یه تعویض برای فجر آمدن امید افشون هست و سعید زاره از ترکیب خارج میشه. فکر کنم سعید بازوبند رو به محمد آژیر داد، به کاپیتان تیممون آقا سعید زاره. خسته نباشید میگیم، بسیار دوید، بسیار تلاش کرد و حالا در دقیقه 62 از ترکیب خارج شد و امید افشون به جای او در ترکیب قرار میگیره. داماشی ها حرکت خودشون رو انجام میدن سمت چپ، ارتباط قطع شد. باز هم فجی ها ضد حمله میتونه سر و شکل بگیره یا خیر توپ به بیرون رفته. میثم مرادی هم روی زمین افتاد. امیدواریم که میثم هم بتونه کارش رو ادامه بده. داور مسابقه محمدی اغلب به صحنه ها نزدیک بوده. کادر داوری ما محمدی، آقای شفیعی، آقای بابایی، آقای کعبی و
به طور کلی کادر داوری داخل زمین و کنار زمین از شهر اصفهان اومدن به شیراز و درجه داوری ملی دارند. آیا استادپور هم، آیا استادزاده هم ناظر داوری از استان بوشهر و شهرستان برازجان به شیراز اومده. موقعیت برای فرجی‌ها در اون محوطه جریمه، فرصت برای امیر طاهر، تو به بیرون رفت. کورنر رو فرجی‌ها باید بزنند. فرجی‌ها مشتاق گل چهارم هستند مقابل هوادارای خودی در زمین خودی. چمن مساعد و مناسب، کورنر رو باید بزنن. تعویضی برای داماش هم در پیش خواهیم داشت. امیر طاهر با پای چپ ارسال خواهد کرد یا باس کوتاه با سجاد. ببینیم امیر ارسال میکنه به روی دروازه، ضربه سر زردپوشان و بهزادی که مجددا تم به کورنر. خیر، ضربه دروازه هست. تعویض دیگر داماشیا آمدن سید احمد موسوی است، در کنار زمین آماده، اما داور او رو ندید و تا دقایق دیگر به ترکیب داماش اضافه خواهد شد. امید در نوک پیکان خط حمله فجر حاضر و مهیا هست. بازیکن سرعتی ما و فوق‌العاده انرژیک و دونده، کمتر تو این فصل بهش بازی رسید اما هر بار که اومده مثمر ثمر بوده. دو تعویض برای داماش. بازیکن 67 رو هم میبینم که مرتضی اشکانی است و این سمت خردمند خارج میشه و بازیکن دیگر میعاد یزدانی است که از ترکیب تیم داماش بیرون میره. سید احمد موسوی و مرتضی اشکانی به جای این دو دقایق پایانی مسابقه رو در ترکیب داماش بازی خواهند کرد. برای ما هم میبینیم که محمد رضا نجات شاروخ‌آبادی خودش آماده کرده، کنار زمین آماده هست. باز هم موج مکزیکی در ورزشگاه حافظیه فضای زیبایی رو رقم میزنه. برمیگردیم به مسابقه. در خط دفاعی داماشی ها یک لحظه اشتباه میتونست کار دستشون بده. امید نزدیک بود به مدافع میانی این تیم، اصلا حرکت تند و سریع رو انجام میدن، به تو میزنن. موقعیت برای داماش، میتونن یک از گل‌ها رو جبران کنن که آفسایدشون اعلام شده. پرچم کمک اول این داور مهدی شفیعی که به اهتزاز در اومد و بازی رو متوقف کرد. دو تعویض برای فجر، آمدن محمد رضا نجات شاروخ‌آبادی و علی نبیزاده خواهد بود. حسین شهابی اومد بیرون به همراه نخودکار. هر دو بسیار دویدن، بهشون خسته نباشید میگیم و بعد ببینیم نبیزاده و شاروخ‌آبادی چه خواهند کرد. با قلدری قصد داشتن توپو بگیرن داماشی ها، موفق هم هستند. امیر طاهر باریکلا به او. حالا شاروخ‌آبادی قصدش بندازه برای میثم، به میثم مرادی نرسید. از سمت چپ حالا خطرساز میشن داماشی ها، پا عوض میکنه، از همونجا ضربهش رو میزنه. یک بار دیگه در برگشت جایی که قلی بیگی هست به روی دروازه ارسال میکنن. موقعیت برای زاهد طبا. آفرین به سینا شعباسی که توپ رو دور کرد. سجاد جعفری و نجفی باز هم بازگشت توپ.
نبیزاده، امیر طاهر چشم بسته همدیگه رو پیدا کردند. حالا امیر راه میندازه سمت راست رو. شاروخ آبادی تند و سریع در مقابل حریف خودش، ببینیم میتونه عبور کنه. از همونجا ارسال خودش رو انجام داد. در برگشت سجاد درگیر با بازیکن میانی داماش که موفق‌تر سجاد قلی بیگی بود. نبیزاده، شعباسی، امیر طاهر، نبیزاده رو دارند. نبیزاده، میثم، نبیزاده بازی رو عوض میکنن با آژیر. یک بار دیگه نبیزاده، محمد آژیر، تو به امیر طاهر میرسه. امیر باید ببینه فرشاد فیروز. فرشاد فیروز با سرعت مثال زندنی خودش در مصاف با مدافع حریف عقب‌تر، جایی که نجفی هست. باز هم نبیزاده و میثم مرادی. حالا اون شعار همیشگیه بر بچهای خوب هوادار فجر در ورزشگاه به گوش میرسه: سپاسی لیگ برتر. آره، تیم ما به لیگ برتر راه پیدا کرده. اشتباه داماشی ها. یک بار دیگه میانه زمین فرشاد رو میبینه، تو به فرشاد فیروز امیر طاهر نمیرسه. داماشی از سمت راست ضربه سر رو میزنه بازیکن داماش سید احمد موسوی و توپی که به نفع فجر به بیرون رفته. امیر طاهر توپ میخواد. دقیقه 72 مسابقه 3-0 فجرها پیش هستند. یک گل از حسین نخودکار، یک گل از فرشاد فیروز و یک گل از سجاد جعفری که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. آفساید اعلام شده و پرچم محسن بابایی کمک دوم. فرصت شد بازی‌های همزمان رو باز هم مرور خواهیم کرد تا از آخرین تغییرات در نتایج مطلع بشیم. تا اینجای کار که صنعت نفت در زمین خودی پیکان رو شکست داده. این نتیجه خیلی میتونه به صنعتی‌ها کمک بکنه و بعد ببینیم آریو اسلام شهر، سایپا و دقایق پایانی چه اتفاقی خواهد افتاد. امیر طاهر گوشه محوطه جریمه، امیر و ضربه پای چپش. باریکلا به امیر. بار دیگه با هم ببینیم تو حرکت با پای چپ ضربش رو زد که از کنار دروازه یه کورنر رو برای فرجی‌ها به ارمغان آورد. کورنر رو باید بزنن فرجی‌ها. امیر هست. حالا ببینیم او خواهد زد یا میثم مرادی به نظر میرسه که به روی دروازه ارسال خواهد کرد یا اینکه کوتاه، نمیدونم. میثم از همونجا بلند کشیده، فرصت برای آژیر و آژیر گل میزنه. گل چهارم فجر، محمد آژیر، کاپیتان این دقایق فجر شهید سپاسی، مدافع گلزن این فصل فجر. هر وقت اومده جلو خطرناک بوده برای تیم‌های حریف و باز هم توانایی خودش رو در امر گلزنی نشون میده. فجر شهید سپاسی 4 داماش 0. محمد آژیر دقیقه 72.
آفرین به محمد. یه فصل خوب کار کرد در خط دفاعی فجر شهید سپاسی و خطرناک بود برای تیم‌های مقابل. زمانی که به پیش این بار هم تبحر خودش و توانایی خودش رو در گلزنی به این شکل، به این زیبایی، با این رشادت نشون میده و دروازه‌ای که فرو میریزه برای 4مین مرتبه. فقط 4 داماش 0. داماشی ها باز هم از میانه زمین بازی رو آغاز میکنن و خوشحالی زایدالمثل هوادارای شیرازی استان فارسی در ورزشگاه حافظیه. محمد رستمی، آرمان لطف خدا، خردمند، میری، سید احمد موسوی اشتباه کرد، امیر طاهر توپ رو به بیرون زدن فجری ها. تعویض دیگر برای داماش آمدن ماهان باقری پور خواهد بود. حالا تعویض میتونه انجام بشه. بازیکن شماره 11 شون محمد ساجد قلی بیگی که اتفاقا خوب هم کار کرد در دقایقی که پشت سر گذاشتیم از ترکیب خارج میشه و به جایشون ماهان باقری پور در ترکیب قرار میگیره. این 4مین تعویض داماشی ها بوده. حالا در خط دفاعی بلند و کشیده برای مهاجمینشون. حرکت سید احمد موسوی بی ثمر بود. اینجا پاس زمینی امیر طاهر هم به مقصد نرسید. امیر محمد منصف رو میبینم که به ترکیب میاد و فرشاد فیروز از ترکیب خارج میشه. خسته نباشید میگیم به فرشاد، فوق‌العاده بود. دوندگی های بی امان در کنار گل خوبی که به ثمر رسوند و حالا ببینیم امیر محمد منصف با قد و قامت بلند در نوک پیکان خط حمله فجر شهید سپاسی در این دقایق چه خواهد کرد. منصف اولین توپ رو دشت میکنه، در مساف با بازیکن حریف موفق تر هستن. امیر محمد منصف گوشه محوطه از همونجا قصد داشت اولین توپ رو به گل خودش تبدیل بکنه، اما بهزادی اجازه نمیده. دروازه‌بان تیم داماش امیر طاهر، امید افشون، نبیزاده، نجفی با سینا شعباسی. خود سینا کاری کم برای خودش سخت کرد. سینا، امیر طاهر، آفرین به میثم که قصدش عبور کنه با خطا متوقفش کردن. معترض هم هست سید محمد میری. فجری ها سخت‌ترین هفته ها رو در نیم فصل اول، هفته 5 و 6 تجربه کردن که 2 شکست مقابل صنعت نفت و پیکان دشت کردن. بهترین هفته های فجر هم هفته های 9 تا 13 بود که فجری ها 5 پیروزی پیاپی رو کردند و فاصله گرفتن از سایر رقبا. نبیزاده کوتاه و زمینی، میثم به سختی توپ رو کنترل کرد. باز هم نبیزاده به روی دروازه. فرصت برای منصف، امید افشون و سایر بازیکن بلند قامت که بهزادی اگرچه 4 تا گل دریافت کرده اما خیلی از توپ‌ها هم به خوبی گرفته. دروازه‌بان هوشیاری هست بهزادی، دروازه‌بان داماش. خب موقعیت‌های فجر زیاد بود، تنها 4 تاش تبدیل به گل شد. حالا داماشی ها یکی از گل ها رو جبران کنن. آفرین به غلامزاده، چه توپی رو به چه شکلی دور کرد.
یه قدری تو محاسبات اشتباه میکرد دروازه باز شده بود. یک بار دیگه داماشی ها از سمت راست حرکت خودش رو پیریزی میکنند. منصف تا به کجا عقب اومده و کمک میکنه. امید افشون با سرعت خودش توپ امید رو به بیرون زدند. امیر طاهر باید بازی پیگیری بشه. هوادارا باید تو این دقایق این سمت بازی داره پیگیری میشه و ببینیم فرشاد در این موقعیت چه کار میکنن. امید افشون به دنبال توپ و باید فرهنگ سازی بشه تو این زمینه ها هم. حالا این هواداری هم که اومدن متاسفانه کم سن هم هستند. باید کار فرهنگی انجام داد، باید فرهنگ سازی بشه. یه هوادار 10-12 ساله نباید به خودش اجازه بده که وسط این مسابقه به زمین بیاد. بازی پیگیری شده این گوشه. موقعیت برای فرجی ها. میثم مرادی ضربه پای چپش. بهزادی هم مصدوم به روی زمین افتاد. یک بار دیگه با هم ببینیم حرکت میثم به این شکل. خیلی قشنگ تو سر توپ زد و با پای چپ ضربهش رو زد که بهزادی کنترل کرد. حالا چرا احساس آسیب دیدی کرد متوجه نشدیم، اما خوشبختانه برگشته و میتونه کار رو پیگیری کنه. 80مین دقیقه حساب کار 4-0 هست. هفته آینده هم بازی ها برگزار خواهد شد. هفته 34م، هفته پایانی مسابقات لیگ دست اول فوتبال کشورمون. حتما توی فاصله که دست بده بازی های هفته آینده رو هم با هم مرور خواهیم کرد. محمد آژیر اون گوشه زمین، نجفی، غلامزاده. یک بار دیگه دروازه‌بان ما و باز هم هوادارایی که به زمین میان و متاسفانه اینا اغلب کم سن و سال هم هستن. خیلی بده این کار. خب ما تیممون به لیگ برتر رفته، قهرمان شده، 4-0 جلوییم. نباید جو مسابقه رو به هم بزنیم. باید صحبت بشه، باید کار بشه، باید فرهنگ سازی بشه. هوادارا که عزیزای ما هستن و واقعا ما وامدار اونها هستیم. اگر فوتبالی هست، اگر گزارشی هست، در واقع به خاطر وجود این هوادارا هست. باید شرایط رو درک کنن که در این مواقع نباید دست به این حرکات بزنن. باید درک کنیم، جه باشیم و این نیازمند فرهنگ سازی است. باید این اتفاق. داماشیا شروع میکنند. توپ یه قدری جلوتر و با سرعت آغاز شد. آقای محمدی بازی رو متوقف کرد و باز همون سمت یکی از هوادارا اومده به زمین. این کار درستی نیست.
بازی متوقف شده. آقای محمدی منتظر هست که کارو بتونه آغاز کنه. حالا به روی دروازه ارسال میکنن. نبیزاده دقیقه 83 هست. امیر به زیر توپ میزنه. منصف به دنبال توپ. امیر طاهر، امید افشون و خطای بازیکن داماش به روی امید و بازی که متوقف شده. امید خوشبختانه برمیخیزه. آقا پیروز صحبت میکنه. حالا شرایط هم آرامتر شده و میتونیم به بازی با تمرکز بیشتر بپردازیم. یک بار دیگه فرجی ها از سمت چپ. امیر طاهر به روی دروازه. میثم مرادی به روی دروازه ارسال کوتاه. امید افشون و توپی که به بهزادی میرسه. آفرین به نجفی، اومد توپ رو بدون خطا گرفت. یه دریبل زیدانی هم نبیزاده چاشنی کار کرد. نجفی سمت راست شارخ آبادی، حرکت فجری ها بهش نزدیک میشه. نبیزاده ترجیح میده با منصف کار کنه. حالا میتونه از اونجا نفوذ خوش انجام بده و آفساید. آفساید. بچه‌های قد عجله کردن اون گوشه. میتونستن که بدون اینکه آفسایدشون اعلام بشه کارو پیگیری کنند. شارخ آبادی، شعباسی، 85مین دقیقه. امیر طاهر، نجفی، خود نجفی سربالا به دنبال یار. نبیزاده رو خوب میبینه. باز هم نجفی. سجاد جعفری، باری کلا به سجاد. خود سجاد درون محوطه. گل پنجم. گل پنجم به ثمر نمیرسه. چه کرد سجاد جعفری؟ این چهره فوق‌العاده بود. صحنه زیبایی بود. فرصت شد یک بار دیگه با هم خواهیم دیدش. اون سمت داماشی ها به روی دروازه. آفرین به غلامزاده. مشت او توپ رو دور کرد. بازی مهیج و زیبایی رو دیدیم در آوردگاه حافظیه. نبرد فجی ها و داماشی ها. هر دو تیم فوتبال بازی کردن. هم خسته نباشید میگیم به داماشی ها، هم آفرین میگیم به فجی ها. فوتبال ناب هفته 33 مسابقات دست اول فوتبال کشورمون و نبردی که فجی ها تا با اینجای کار 4-0 پیش هستند. داماش هم پا پس نگذاشت، تلاش خودش رو کرد و تا آخرین لحظه فوتبال کرد. اشتباه بچه ها. حرکت زاهد تبار، باریکلا به سینا، ارتباط رو قطع کرد. یک بار دیگه داماشی ها. زاهد تبار اون گوشه مینازه برای استفاده هم تیمش. سید احمد موسوی که سید احمد موسوی فاصله آفسایدش هم اعلام شد و پرچم محسن بابایی رو دیدید. انشاءالله بعد از پایان مسابقه جشن صعود و قهرمانی رو هم از ورزشگاه حافظیه شاهد خواهیم بود با حضور این هوادار پرشور. این هواداری که واقعاً 32 هفته تا به اینجای کار اومد تیمش رو تشویق کرد و حالا به خواستش رسیده. عرض کردم
موقعیت رو با هم ببینیم. سیمانپور میتونن این که گلا رو جبران کنن و از کنار دروازه تو به بیرون میره. بدشانس هم هستن داماشی ها. مرتضی اشکانی پاس فوق‌العاده سیمانپور رو به بیرون زد. باز هم یه هوادار دیگه به زمین اومده. عرض میکنم هوادارا ولی نعمت‌های این ورزش هستند، هوادارا پشتوانه های این ورزش هستن، اما این حرکات نباید اتفاق بیفته. یک بار دیگه صحنه رو با هم مرور میکنیم. فکر میکنیم دروازه باز میشه، اما از کنار زمین از کنار دروازه تو به بیرون رفت و متاسفانه میبینیم که هوادارهایی که خیلی کم سن و سال هستند بیشتر دارن این کار رو تکرار میکنن. این واقعا جا داره که صحبت بشه، آموزش داده بشه، کار فرهنگی بشه و هوادارا همونطوری که ما مدعی فوتبال حرفه‌ای هستیم، هوادارامون هم باید حرفه‌ای عمل بکنن. خب ما تیممون صعود کرده است، بازی رو هم بردیم. منتظر هستیم تا بازی پیگیری بشه. بد نیست بازی‌های همزمان رو با هم مرور بکنیم تا شرایط برای پیگیری مسابقه مهیا بشه. دقیقه 88 داور مسابقه توپ رو برداشت و باید ببینیم چه تصمیم میگیرن داور، ناظر فدراسیون. بسد کرمانشاه 1-1 با پارس جنوبی جمع. پالایش نفت بندرعباس 2-0 شهر راز رو شکست داده. مثل زنگون 2-0 نفتگاز گچساران رو. مثل کرمان 1-0 به سایپا باخته. صنعت نفت 1-0 پیکان رو برده. شهرداری آستارا 2-0 با آریو اسلام شهر دیدار رو واگذار کرده. شهرداری نوشهر 1-0 مثل شهر بابک رو برده. نیروی زمینی 2-0 نفت مسجد سلیمان رو و فجر شهید سپاسی 4-0 از داماش پیش هست. داور مسابقه توپ رو برداشته به کنار زمین اومده. حالا بلندگوی ورزشگاه هم داره صحبت میکنه. کادر داوری در کنار زمین با برگزار کننده مسابقات، ناظرین فدراسیون و ناظرین داوری در حال مشورت هستند. دقیقه 90 هست، چیزی به پایان مسابقه باقی نمونده. آقا پیروز قربانی هم ناراحت هست در کنار نیمکت. این هم نجفی. اون وسط هم سجاد جعفری به همراه علی خدایی نشستن و با هم دارن صحبت میکنن. امیدواریم که شرایط برگرده به شرط مسابقه و این دقایق پایانی رو هم با هم شاهد باشیم. تو این فرصت عرض کنم هفته 34 یک شنبه 28 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. آریو اسلام شهر با صنعت نفت آبادان یه بازی بسیار حساس رو پشت سر خواهد گذاشت. آریو اسلام شهر با صنعت نفت آبادان بازی بسیار حساسی رو انجام خواهند داد. نفت مسجد سلیمان و بسد کرمانشاه، پیکان با مثل کرمان، سایپا با فجر شهید سپاسی، مثل شهر بابک با نیروی زمینی، نفتگاز گچساران با پالایش نفت بندرعباس، پارس جنوبی جمع با مثل سنگون، داماش گیلان با شهرداری نوشهر و شهر راز با شهرداری آستارا. صنعت نفت آبادان دومین گل رو هم به پیکان زده. این سم فرجی ها برگشتن به مسابقه در گوشه محوطه جریمه و توپی که به بیرون رفت. کورنر رو باید فجی ها بزنند. یه بازیکن داماش هم به روی زمین افتاده درون محوطه جریمه.
وقتای تلف شدم 8 دقیقه اعلام شد برای نیمه دوم. چندین بار بازی متوقف شد. از اینکه فرهنگ خوب شیراز را به عرصه نمایش می‌گذارید از همه شما ممنون و سپاسگزار هستیم. لطفاً رعایت بفرمایید. منتظر هستیم که بازیکن مصدوم داماش برخیزه و بازی پیگیری بشه. حالا باید فجیعا کورنر رو بزنند. امیر طاهر با پای چپ خواهد فرستاد. در روی محوطه جریمه محمد آژیر هم هست و سینا شاه عباسی. نبیزاده که رها میکنه تا توپ از این سمت به بیرون بره. 3 دقیقه از 8 دقیقه هم پشت سر گذاشتیم. باید ببینیم آقای محمدی تا چه زمان بازی رو پیگیری خواهد کرد. خب حالا فجیع‌ها پشت محوطه جریمه صاحب توپ هستند. به درون محوطه توپ دور میشه. سجاد نتونست استفاده لازم رو بکنه. توپ از زیر پای میثم مرادی هم عبور کرد. داماشی‌ها حال ضد حمله رو تدارک می‌بینه از سمت چپ. موقعیت برای بازیکن داماش درون محوطه جریمه. فرصت برای داماشی‌ها و پرچم کمک اول آقای مهدی شفیعی به اهتزاز در میاد و آفساید حرکت داماشی‌ها اعلام میشه. مأمورین محترم نیروی انتظامی کمال همکاری را داشته باشید. ضربه رو فجیع‌ها میزنن. غلامزاده شاه عباسی یک بار دیگه غلامزاده. حالا نزدیک میشه سیمانپور و زاهد تبار. زاهد تبار و خطا به روی او اعلام شد. ضربه ایستگاهی رو بعد داماشی‌ها بزنند. برمیگرده سجاد. آپیروز قربانی هم به ساعتش نگاه میکنه. وقتای تلف شده نیمه دوم هم نیمش گذشت. ضربه باید بزنن داماشی‌ها. ترجیح میدن به عقب‌تر کار کنن جایی که علی خدایی حضور داره. خدایی از همونجا به روی دروازه ارسال کرد. یک بار دیگه داماشی‌ها. ضربه محکم میری پشت محوطه جریمه. فرصت برای سیمانپور که توپش بلوکه شد و فاصله گرفت. امیر طاهر اومد که توپو بزنه رها کرد و در مرحله دوم هم همینطور تا پرتاب رو برای فجیع‌ها انجام بدند. سه دقیقه تنها به پایان وقت‌های تلف شده فرصت باقی است. سینا شاه عباسی، غلامزاده، آژیر و داماشی‌ها هم خیلی جلو نمیان تا کار رو پیگیری کنن. حالا بچه ها حرکت رو انجام میدن از سمت راست. حالا ورزشگاه به وجد میاد. سینا شاه عباسی، نبیزاده سر بالا به دنبال بازی کن. این هوادار مشتاق فوتبال فارس هست. این هوادار خوب شهر شیراز هست. تو به بیرون رفته. پرتاب باید فجیع‌ها انجام بدن. دقیقه به پایان. نیمکت ذخیره‌های فجر از همین الان جشن و شادمانی رو آغاز کردند. حسین شهابی کنار بازیکن نظیر ساسان جعفری کیا، محمد رضا شیرزادی، رضا امانی، حسین خطیر، داوود رجبی و علی رستمی.
نجفی. این هم شادمانی نیمکت ذخیره‌های فجر شهید سپاسی. 1 دقیقه به پایان جشن قهرمانی و جشن صعود به لیگ برتر توامان. تلاش بچه‌ها، تلاش کادر خوب فجر شهید سپاسی، تلاش مدیریت باشگاه، حمایت هوادارا و صعود خوب فجر شهید سپاسی به مسابقات لیگ برتر. باز هم تبریک میگم به مردم عزیز، خونگرم و خوب استان فارس و شهر شیراز. باز هم تبریک میگم به این هوادار خوب و دوست داشتنی. باز هم تبریک میگم به همه ورزشکارا و ورزش دوستا و دقایقی که به این شکل با شادمانی در کنار زمین در حال سپری هست و همه منتظر هستیم تا انشاءالله تا دقایق آتی جشن شادمانی صعود تیم فجر رو شاهد باشیم. حالا آقا مهرزاد معدنچی هم هوادارا و تماشاچی‌ها رو به شادی فرا میخونه و سوت پایان مسابقه. فجر شهید سپاسی 4-0 داماش رو شکست داد. این هوادار پرشور به اون چیزی که میخواست رسید. قهرمان مسابقات لیگ دست اول فوتبال کشورمون. انشاءالله برای سال آینده باید با برنامه‌ریزی خوب نتایج بهتر کسب بکنیم و به امید خدا به عنوان یکی از خوبهای لیگ برتر انشاءالله در مسابقات لیگ برتر فوتبال شیراز، فوتبال استان فارس، مکتب فوتبال فارس رو به رخ بکشیم. حالا منتظر هستیم تا انشاءالله کم کم مراسم جشن شادمانی آغاز بشه. آغوش شادی رجبی و محمد آژیر، بازیکن‌های فجر همه خوشحال. در جمع اونها حضور دروازه‌بان سابق فجر هم جالب بود. ببینیم برنامه‌ریزی عزیزانمون در هیئت فوتبال برای برگزاری جشن به چه شکلی خواهد بود. تصویر شهید مجید سپاسی در سمت چپ و بازیکنان و آینده سازان فوتبال استان فارس و شهر شیراز که در اونجا مشغول شادمانی هستند با پرچم زرد رنگ. سمت راست هم نماد باشگاه فرهنگ ورزشی فجر شهید سپاسی. بازیکن‌ها به رختکن رفتن. باید ببینیم فضا چه زمانی مهیا خواهد شد و انشالله مراسم جشن رو به صورت زنده تقدیم حضورتون خواهیم کرد. باز هم تبریک میگم به همه هوادارا، به همه مردم خوب و عزیز استان فارس، به همه عزیزانی که تو سرما و گرما تنها نگذاشتن فجر رو اومدن به این ورزشگاه تا تیمشون نتایج خوبی رو کسب بکنه. این اتفاق افتاد خوشبختانه به اون چیزی که حق فوتبال فارس بود ما رسیدیم. فجر به مسابقات لیگ برتر صعود کرد و